به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بنده آرش نیا هستم، مدرس زبان انگلیسی. از شما تشکر میکنم که وقتتون در اختیار من گذاشتین و با من همراه هستین. توی این دوره میخوایم زبان انگلیسی رو از صفر تا پیشرفته با علمی ترین و جذاب ترین روش یاد بگیریم. این درس رو با ساده ترین المان زبان انگلیسی شروع می کنیم. من میشه I. میخوام بگم من هستم، باید بگم I am. به ساختن این جمله توجه کنید. I فاعل ماست و am فعل ماست. به این فعل میگن فعل to be که چند قسمت داره که بعداً با همدیگه کامل یاد میگیریم. اما حالا شما بگید من هستم چی میشه؟ میشه I am. بعد از am که یکی از افعال to be هست، هم میتونیم یک اسم داشته باشیم هم یه صفت یا هر دوتاشو با هم. توجه کنید. I am a boy. من یه پسر هستم. A boy میشه یک پسر. چون پسر مفرده قبلش ا داریم که نشانگر اینه که اسم ما مفرده. یه دونه است. I am a boy. I am a boy. I am a man. من یک مرد هستم. مردم میشه man. I am a man. دختر میشه girl. حالا شما بگید من یک دختر هستم. بگو I am a girl. I am a girl. I am a girl. تو زبان انگلیسی باید به تلفظ V و W دقت کنیم. V میشه اینطوری و مثل vampire. اما W فرق داره. برای تلفظ کردن W باید لباتو قنچه کنی و گردشون کن و مثل woman مثل زن خانوم. vampire woman. حالا بگید من یک زن هستم. I am a woman. I am a woman. But I am a woman. پادشاه تو زبان انگلیسی میشه king. بگید من یک پادشاه هستم. I am a king. میدونید خوناشام تو زبان انگلیسی چی میشه؟ میشه vampire. حالا بگید من یه خوناشامم. I am a vampire. I am a widow. من یک زن بیوه هستم. widow میشه زن بیوه. I am a widow. خب اگه خاطرتون باشه گفتم بعد از افعال to be صفت هم میتونیم داشته باشیم. I am happy. قبل از صفات دیگه لازم نیست a بیاریم. نباید بگیم I am a happy. میگیم I am happy. من خوشحالم. I am happy. I am happy. I am happy. من ناراحتم. ناراحت میشه sad. بگو I am sad. I am sad. I am sad. گرسنه میشه hungry. بگو من گرسنمه. I am hungry. تشنه میشه thirsty. این کلمه با صدای TH شروع میشه. اول بگم صدای TH رو تو زبان فارسی نداریم. نوک زبون رو میذاری زیر دندون بالا ث و میذاری هوا بیاد بیرون ث. این صدا رو با هم دیگه یاد میگیریم ث thirsty.
امریکایی‌ها میگن thirsty، بریتانیایی‌ها ممکنه بگن thirsty. حالا بگید من تشنمه. I am بگو صفت قبلش ا میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. I am thirsty. But I am thirsty. I'm thirsty! I'm thirsty! قوی تو زبان انگلیسی میشه strong. strong. یه نکته تلفظی هم بگم، زمانی که کلمه با اس شروع میشه نمیگیم استرانگ، اینطوری میکنیم strong، یعنی اولش ا نمیگیم، میگیم strong. بگو strong. strong میشه قوی. حالا بگو ببینم یاد گرفتی یا نه. بگو من قوی هستم. I am strong. I am strong. I am strong. حالا یه چیز جالبم میخوام به شما بگم. انسان ها ذاتاً تنبلن، حتی توی زبان. به خاطر همین کسایی که تو روزمره انگلیسی صحبت میکنن ممکنه به جای اینکه بگن I am کوتاهش کنن بگن I'm. I am I'm. برای مثال I'm a student. من یک دانش آموزم. Student میشه دانش آموز. خاطرتون هست گفتم اس نمیگیم، میگیم student. student. I am a student. چون student اسمه قبلش یه دونه ا میاریم. I am a student. I'm a student. I'm a student. I'm a student. حالا بگید من یه معلم هستم. I am a teacher. بلندتر بگید. I am میشه I'm. ممکنه هم بگن I'm a teacher. من یه معلمم. I'm a teacher! I'm a teacher. تا اینجای کار یاد گرفتیم که بعد از I am هم میتونیم اسم داشته باشیم، هم میتونیم صفت داشته باشیم. گفتیم قبل از اسم برای اینکه بدونیم اسم مفرد یا جمعه میتونیم یه شمارشگر داشته باشیم که اینجا ا رو داشتیم. برای مثال I am a student. اگر صفت بیاد بعد از am نیازی به ا نداریم. حالا میخوام بگم که بعد از I am میتونیم صفت و اسم هم با همدیگه داشته باشیم. برای مثال بگید که من یک دانش آموز خوبم. I am a good student. I am a good student. ا که شمارشگر ماست قبل صفت اومده. شمارشگر رو داریم، صفت رو داریم، بعد اسم رو داریم. I am a good student. حالا بگید من یک معلم خوبم. I am a good teacher. I am a good teacher. شخص و یا انسان تو انگلیسی میشه person. حالا شما بگید من یک شخص خوبی هستم. I am a good person. I am a good person. I'm a good person. I am a good person. مادر رو هم که همه میدونیم میشه mother. mother. وسطش th داره، ولی این th با اون th که برای thirsty بود فرق داره. th که برای thirsty بود بی صداه th. اما th که برای مادر صدا داره the. محکمتر میگیم mother. چون صدا داره حنجره میلرزه. mother میشه مادر. mother میشه مادر. اگرم سخته خیلی راحت بگو mother. فعلا رد میشیم تا بعدا بهتر یاد بگیریم. حالا بگید که من یک مادر خوبم. I am a قبل صفت می اومد. I am a good mother. 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 حالا اگه بخوایم بگیم من نیستم چی میگیم؟ میگیم I am not. یه دونه not میذاریم بعد از am، جمله منفی میشه. حالا بگید که من یک مرد نیستم. مرد چی میشد؟ میشد man. بگو I am not a man. I am not a man. I'm not a man. I'm not a man. حالا بگید من یه سرباز نیستم. سرباز میشه soldier. تلفظ بریتانیاییش هم میشه soldier. I am not a soldier. I'm 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 not a soldier.
هیولا تو زبان انگلیسی میشه monster. بگید من یه هیولا نیستم. I am not a monster. I'm not a monster. I'm not a monster. I'm not a monster. I'm not a monster. تشنه چی میشد؟ میشد thirsty. من تشنه نیستم. بگو I am not thirsty. مخفف I am هم که گفتی میشه I'm not thirsty. I'm thirsty. But I'm not thirsty. But I'm not thirsty. من گرسنه نیستم. I'm not hungry. I'm not hungry. I'm not hungry. I'm not hungry, doctor. خنگ تو زبان انگلیسی میشه dumb. D-U-M-B. اما زمانی که B آخر یک کلمه بیاد قبلش هم M بیاد اون بی خونده نمیشه. میگیم dumb. I am not dumb. من خنگ نیستم. I am not dumb. I am not dumb. I am not dumb.